إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدید به برنامه نوی قصه پیامبران. در قسمتی گذشته درباره چگونه آفریده شدن آدم علیه السلام سخن گفتیم. ملائک او را سجده کردند، سپس داخل جنت شد و خود را در ترس و وهم حس کرد. پس خداوند برای آرام کردنش زن را آفرید. زن را از قبرغه چپ آدم علیه السلام خلق کرد. آدم و حوا در جنت زندگی می کردند، از میوه هایش می خوردند، در سایه های آن استراحت می کردند، از دریاهایش می نوشیدند. خداوند بر آنها از تمامی جنت تنها یک درخت را حرام گردانیده بود. محاربه اول سر شد بین آدم و حوا و ابلیس. این جنگ بین انسان و ابلیس بود. هجوم اولی این جنگ شروع شد. چگونه ابلیس آدم را به نافرمانی خداوند وادار کرد. با او نگفت که از این درختی که بر تو حرام است بخور. هرگز با او نگفت که خدا را نافرمانی کن. لیکن ابلیس با دیگر اسلوب وارد میدان شد. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ای آدم، آیا نمیخواهی فرشته باشی؟ ای حوا، آیا تو نمیخواهی از جمله ملائک باشی؟ همه این را میخواهند. اگر شما از این درخت بخورید از جمله ملائک میشوید که خدا را عبادت میکنند و با او نزدیکند. بسیار آسان است. از این درخت بخورید از جمله ملائک میشوید. إلا أن تكونا ملكين. ای آدم و حوا، آیا دوست نمی‌دارید که ابدی در جنت بمانید که در آن نه مرگ است و نه نهایت؟ از این درخت بخورید. أو تكونا من الخالدين. هرگاه به هر صورت و شکل به نزد آنها می آمد، اما آنها قبول نمی کردند. زیرا که آدم علیه السلام خدا را عبادت می کرد و فرمان بردار بود. سالها و روزها گذشت. آدم و حوا به درخت نزدیک نمی شدند. ابلیس بزرگی خدا را به آدم علیه السلام نشان داد و وارد جنگ شد. به خداوند قسم خورد. شما را به خدا قسم که من راست می گویم. قسم به خدایی که معبود غیر از او نیست. اگر از این درخت بخورید جاویدان در جنت میمانید. این است زینت دادن و مغرور کردن. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. در این دفعه آدم علیه السلام او را تصدیق کرد و فراموش کرد آنچه بین او و خداوند بود. باوری برای چی بود؟ زیرا ابلیس به خداوند سوگند خورد. آدم تصور نمی‌کرد که مخلوق بر دروغ به الله قسم خورد. ابلیس را باور کرد و از پس او رفت. فدلاهما بغرور. به آن درخت رسیدند. ابلیس آن را زینت می‌داد و آنها را تشویق می‌کرد. این هنگام حوا میوه از آن گرفت و بخورد و آدم نیز از آن خورد. در اولین چشیدن از این درخت فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. نه آدم شرمگاه حوا را میدید و نه حوا از آدم را. هنگامی که از آن درخت خوردند شرمگاه آنها به همدیگر عیان گشت. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. آدم علیه السلام
حیا از فطرت انسان است. از این رو آدم وقتا که حوا را دید از او گریخت و حوا نیز با وجود دیدن آدم علیه السلام از او گریخت، زیرا حیا در فطرت انسان است. آدم از حوا گریخت و حوا از آدم. هر یکی از همدیگر می گریختند و جویای برگی از درختان شدند. برگ را کنده شرمگاه خود را پوشانیدند. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. آدم علیه السلام می گریخت و می گریخت، اما درختان او را گیر کردند. آدم از آنها خلاص شدن می خواست، می گریخت و می گریخت. پس خداوند ندا کرد: ای آدم، آیا از من می گریزی؟ آیا از من می گریزی ای آدم؟ پس آدم علیه السلام به پروردگارش گفت: نه خدایا، نه، لیکن من از تو شرم می کنم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. آدم علیه السلام گریست، حوا نیز گریست، هر دو گریان شدند. آدم علیه السلام با خود می گفت: سبحان الله، چه خیل فراموش کردم، چه خیل مرتکب گناه شدم. گریه می کردند و دعا می کردند: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. با وجود پدر انسانیت بودنش، با وجود نبی بودنش، با وجودی که خداوند او را با قدرت خویش آفرید، لیکن او توبه کرد و عذر خواست. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. گریه اشان بلند شد، گریه پشیمانی بر دوام. چه خیل فراموش کردم، چه خیل فریبم داد، چه خیل به یاد نآوردم که او دشمنی من است، چه خیل از آن درخت خوردم. آدم علیه السلام مدام گریه میکرد. الله ذوالجلال میگفت: ای آدم، آیا تو را از این درخت من نکرده بودم؟ ای حوا، آیا شما را نگفتم از ابلیس حذر کنید؟ جبرائیل علیه السلام به نزد آنها آمد، در حالی که آدم علیه السلام گریه میکرد. از او تاج را گرفت. میکائیل آمده اکلیل را از جبین آدم علیه السلام گرفت. آدم علیه السلام گمان کرد که اکنون عذاب به او نازل می شود، لیکن رحمت خدا بر نیکان نزدیک است. خداوند آدم علیه السلام را بر زمین فراورد، حوا و ابلیس را نیز، هر سه را، آدم، حوا، ابلیس، هر سه به زمین فراورده شدند تا که دشمنی و جنگ سر شود. بین کی؟ بین آدم و حوا با ابلیس. اولین جنگ در روی زمین سر می شود. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هدایت را با شما نازل می کنم. دشمنی بین سه کس سر می شود، هر یک برای همدیگر دشمنی. فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى. در زمینی که جای بلا و مشقت است، هر که دنبال هدایت باشد گمراه و بدبخت نمی شود. فلن يضل ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
میگویند آدم علیه السلام را در هند فرود آوردند و حوا را در مکه. آنها به هم واخوردند. زیادشوی نسل در روی زمین سر شد، مردان و زنان بسیار، و ابلیس همیشه در کمین آنها و فرزندان آنها بود. متحدی که حدود خدا را گذشته بود اکنون کار را در روی زمین شروع می کند. دشمنی سر شد. آدم علیه السلام مدام گریه می کرد. او مدام خطایش را به یاد می آورد. آدم علیه السلام همیشه گناهش را به یاد آورده گریه می کرد. جبرائیل علیه السلام به نزد او آمده گفت تا کی گریه می کنی؟ برای چیست این همه گریه؟ گفت بگذار بگریم ای جبرائیل که گناهی کردم، خدا را عاصی شدم. آدم به خداوند سخن گفت آیا تو مرا نه آفریدی؟ گفت بله ای آدم. آدم گفت آیا ملائک مرا سجده نکردند؟ الله ذوالجلال گفت بله ای آدم. آدم علیه السلام گفت آیا عطسه نزدم؟ تو گفتی یرحمک ربک. خداوند گفت بله ای آدم. پس خواسته اش را طلب کرد. خدایا اگر من توبه کنم و به سوی تو بازگردم مرا به جنت میبری؟ الله ذوالجلال گفت آره ای آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. این به آن میماند که گویا الله ذوالجلال میخواهد فرزندان آدم را آموزاند که گناه حتما از آدمی سر میزند. همه فرزندان آدم خطاکارند. وقتا که پدر بشریت گناه کرد، فراموش کرد و گناه کرد، چی برسد به فرزند او؟ لیک بهترین خطاکاران کیست؟ توبه کنندگان. چگونه که آدم علیه السلام کرد شما نیز بکنید. برگشت و به گناه و ظلمش اقرار شد. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله ذوالجلال میگوید با وجودی که او گناه کرد و فراموش کرد، فرمان خدا را به جا نآورد. بشر چنین است، انسان ضعیف است، لیکن هر کی توبه کرد خدا او را میبخشد. آدم در روی زمین زندگی میکرد و میخواست بار دیگر داخل جنت شود. تمنای بهشت و حلاوت آن کرده بود. میخواست برگردد. هر سه زندگی میکردند. پس از این ذریه آدم و ذریه ابلیس زیاد شدن گرفت. دشمنی سر شد. هر یکی برای یکدیگر دشمنند. لیکن خداوند کتابها و رسولان نازل کرد. هر کی پیروی کرد گمراه و بدبخت نمی شود و هر کی روی گردان برای او زندگی دشوار است. آدم علیه السلام دو پسر داشت، قابیل و هابیل. سنت آدم علیه السلام این بود که برای زیاد شدن نسل انسان زوجه‌اش دوگانیک تولد میکرد، یک پسر و یک دختر. پسری که از یک شکم تولد شده باید با دختری از دیگر شکم تولد شده ازدواج میکرد. روزی آمد که یکی از پسران آدم علیه السلام در انتخاب دختر با دیگر اختلاف کردند. کی بود او؟ قابیل. خواست ازدواج کند با دختری که حق او نبود. از حق کی بود؟ از حق برادرش هابیل. نزد او آمد و گفت میخواهم با این دختر ازدواج کنم. هابیل به او گفت این حق تو نیست ای قابیل، این از من است. این حقی است که الله ذوالجلال مرا داده. پس هر دو شکایت بردند به آدم علیه السلام. آدم علیه السلام به قابیل و هابیل گفت هر یکی از شما به درگاه خداوند قربانی کنید. خداوند قربانی کسی را که قبول کرد این دختر از آن اوست. آنها به درگاه الله ذوالجلال قربانی کردند. از آن کی قبول شد؟ قابیل زراعت‌های بسیار داشت، زراعت میکرد، گندم‌های بسیاری داشت. یک زمین گندم را در راه خدا داد. اما هابیل رمه گوسفندان داشت.
و او یک گوسفند فربه را در راه خدا قربان کرد. طریقه قربانی کردن این بود که قربانی را در بالای کوه می‌ماندند، پس قربانی کسی که قبول شد آتش از آسمان آمده او را می‌سوزد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. خداوند از کی قربانی قبول کرد؟ از صاحب گوسفند. کیست او؟ او حابیل است. وقتا قابیل این را دید، دشمنی و بغض و حسدش به برادرش زیاد شد. حسد کرد به کی؟ به برادرش، اینکه او با آن دختر ازدواج میکند. حسد کرد به کی؟ به برادرش، چون که الله قربانی برادرش را قبول کرد از او را نه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. و حسد او تا درجه تهدید رسید. تهدید به چی؟ تهدید کرد به کشتن. گفت ای حابیل میکشم تو را. الله اکبر. این خطاگی در روی زمین هرگز رخ نداده بود. هیچ کس از ذریه انسان حتی فکر کشتن هم به سرش نآمده بود مگر قابیل. بدبینی و حسد او را به کشتن برادرش برده رساند. قال لأقتلنك. حابیل به برادرش گفت قال انما يتقبل الله من المتقين. هر کار که میخواهی بکن، خداوند از من قبول کرد، زیرا که من به اذن الله از اهل تقوایم و خداوند از تو قبول نکرد، زیرا که تو از اهل تقوا نیست. قال انما يتقبل الله من المتقين. سپس با تمام ادب و خوش زبانی جواب داد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اگر تو جرأتی دست درازی و کشتنی مرا داری، پس بکن، من زید نیستم. چی خیلی که میخواهی بکش، زیرا که تو از جمله دوزخیانی. اما من به اذن خدای تعالی تمام گناه ها را تحمل میکنم، همه را به گردن میگیرم و روز قیامت مرا خداوند میبخشد. اما تو از اصحاب دوزخ میشوی و این است پاداش ظالمان. حسد در دل قابیل زیاد شد. روزها میگذشت و او مراقب برادرش حابیل بود. و قابیل یکی از روزها فرصت را غنیمت دانست. کدام فرصت را؟ تأخیر کردن در آمدن از چراگاه گوسفندانش. آدم علیه السلام منتظر پسر بود. پسرم نآمد. چرا دیر کرد؟ چی چیز او را از آمدن باز داشت؟ پسرش قابیل را به سوی او فرستاد تا بداند که چرا دیر کرد. قابیل که قلبش پر از کینه و حسد بود، در جستجوی برادرش حابیل شد. برادرش را میگفت در صحرا بین کوهها از جای چراگاه گوسفندانش او را میجست تا اینکه او را از جای دور یافت. آرامانه به او نزدیک شد که برادرش در روی زمین دراز کشیده خواب است. اکنون فرصت او رسید. تهدیدی به قتل کرده اش را اکنون اجرا میکند. همه آن دشمنی را اکنون اجرا میکند. شیطان در رگهای خونگردی او میگشت. اکنون اولین خطاگی در روی زمین روی میدهد. این چی خطاگی است؟ خطاگی قتل، خطاگی که انسان در حق برادرش میکند. و قابیل سنگ کلان را برداشته خواست بکشد، اما نمیدانست پیش از این نکشته بود. سنگ کلان را برداشته به سری برادرش زد. سری برادرش میده شد. برادر خود را در جا کشت. و نشست و گریه میکرد. چی کار کردنش را نمیدانست. چی کردم؟ چی خیل این جسم را نیست کنم؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض
زاغ زمین را به پایش کوفت و چیزی را در آن ماند و خاک را پوشید. الله ذوالجلال نشان داد که چگونه جسم برادرش را گور کند. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هر کی در روی زمین کسی را میکشد یک جزئی از گناه قابیل پسر آدم علیه السلام را مرتکب می شود. ابن آدم علیه السلام. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. آدم با همراهی فرزندان خود در روی زمین زندگی میکرد. گفتند که او 1000 سال عمر دیده است و فرزندانش دین خدا را می آموخت، خدا را به یادشان می آورد. همه زمین خدای یگانه را می پرستیدند. ذریه او زیاد شدن گرفت، یکی با یکی ازدواج می کردند و همین طور نسل انسان زیاد می شد. خیر در آنها بود. لحظه رسید آدم علیه السلام فرزندش شیث را وصیت کرد که مردم را پس از او تبلیغ به دین خدا کند و بنی آدم را دائم به ذکر خدا مشغول سازد و دین خدا را آموزاند. شیث این وصیت را پذیرفت. آدم ضعیف و ناتوان شد، پوست بدنش تنک شد، پیر و مریض شد و بستری گشت. لحظه های آخری حیات سر شد. نهایت اولین نبی بشر، نهایت پدر ما آدم علیه السلام. همه به نزد او برمیگردیم. اولین انسانی که خداوند آفریده است، اکرامش کرده و ملائک به او سجده کردند. داخل جنتش کرد و از آن به زمین فرو آورد. اکنون لحظه های آخری حیات است. آدم بیمار و بستری گشت. فرزندانش در اطراف او جمع شدند. با او گفتند ای پدر چی میخواهی؟ گفت میوگی میخواهم. هر میوه باشد بیارید تا بخورم. فرزندانش به جستجوی میوه ها رفتند. در جستجوی میوه بودند که ملائک را واخوردند. ملائک از آنها پرسید کجا می روید؟ گفتند به کافتن میوه. ملائک گفتند برای کی؟ فرزندان آدم گفت برای پدرمان که خواست از میوه بخورد. ملائک گفت برگردید. گفتند چرا؟ ملائک گفتند پدرتان درگذشت، وقت و ساعتش تمام شد. منیته كل نفس ذائقة الموت. همه انسان چقدر که عمر نداشته باشد فرصتش فرا می رسد و می میرد. اولین نبیه که دنیا را پدرود گفت، پدر انسانیت، پدر ما و شما. فرزندانش آمدند دیدند که او مرده است و روح او کیها بدن را ترک کرده. فرزندانش نمیدانستند که چیکار کنند، زیرا اولین بار انسان با مرگ طبیعی مرده است. پس ملائک آنها را تعلیم داد. آن را شستند و خوشبوی کردند، کفنش کردند. سپس زمین را کافتند، لحدش کندند. سپس آدم علیه السلام را گورانیدند. ملائک گفتند این از سنت شما و این از روش تدفین شما. چنین خاتمه یافت صحیفه اولین نبی در روی زمین، اولین مخلوق از انسان. قصه او مثل یک سیاره بزرگی بود. شما در آن دیدید که اثر گناه چگونه تأثیر می‌گذارد. این چنین رحمت خدا را به آدم علیه السلام دیدید، چنین از رحمتش به فرزندان او توبه کنندگان را میپذیرد. در برنامه آینده درباره نبی و اولین رسول سخن میگوییم. رسول کسی است که با دین نو می آید، اما نبی کسی است که مبلغ شریعت پیش از خود بوده را میکند. بعد از آدم چی رخ داد؟ آیا در روی زمین مشرک پیدا شد؟ هنگامی که آدم علیه السلام دنیا را ترک کرد، همه یکتاپرست بودند. چگونه مردم به خدا شریک آورد و به کدام راه شرک صورت گرفت؟ آیا شیاطین پیروز شدند که مردم را از راه خدا به سوی غیر خدا برند؟ این همه را در برنامه آینده خواهیم شنید ان شاء الله. حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص